مقامات امنیتی شهر پنجکند خورشید فوزلوف ژورنالیست مقیم این منطقه را بر اساس قسم دوم ماده 307 بند 7 کودکس جنایتی تاجیکستان دعوت عمومی برای زوروری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده از واسطه‌های اخبار عامه و اینترنت عیبدار کردند. خود او این اتهام را بپایان آمیده رد کرده است. این ماده قانون در تاجیکستان از طرف مقامات در پرونده‌های انگیزه‌هایشان سیاسی به ویژه به ضد فعالان جامعه، دگراندیشان، منتقدان حکومت و ژورنالیستان زیاد استفاده می شود. بنا به اطلاع دریافتی خورشید فاضلوف را که روز 6 مارس سال 2023 دستگیر شد، روز پنجشنبه 9 مارس بعد صدور قرار دادگاه در مورد انتخاب حبس پیشکی همچون چاره پیشگیری نسبت به وی از پنجکند به بازداشتگاه شهر خوجند انتقال دادند. خوشبخت فاضلوف برادر خورشید فاضلوف که روز یکشنبه 12 مارس برادرش را در بازداشتگاه خوجند در حضور وکیل مدافع دیده است. روز 13 مارس به رادیو آزادی گفته است که برادرش را به دعوت عمومی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گمانبر می‌دارند، ولی نه خودش و نه پیوندان این اتهام را قبول ندارند. به گفته خوشبخت فاضلوف خورشید از سلامتیش شکایت نداشت، آثار شکنجه هم دیده نمیشد، اما لاغر شده است. وی افزود که مقامات خورشید را بر اساس ماده 307 قسم 2 بند گ کودکس جنایی یا دعوت عمومی برای زوروری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده واسطه‌های اخبار عامه یا شبکه‌های اینترنت متهم کردند. حالا وکیل مدافع مشغول حمایت حقوقی برادرمان است. مقامات امنیتی شهر پنجکند که خورشید فاضلوف را یک هفته قبل بازداشت و چنین عیبنامه را به ضدش اعلام کردند، تا حال این قضیه را شرح ندادند. در همین حال روز 12 مارس در گروه‌های مربوط به فرم جواب در اینترنت یک سلسله اتهامات پا در هوا به ضد خورشید فاضلوف نشر شد که بیانگر آغاز یک مهره گسترده به ضد اوست. ناظران امور میگویند معمولا مقامات وقتی به ضد کسی دلیل ندارند یا دلیل‌هایشان خیلی سست و ضعیف است، فرم جواب را به کمک می‌طلبند تا توسط آن شخصیت عیبدار شونده را با تهمت‌های بی اساس بی‌آبرو کنند. بازداشت خورشید فاضلوف در حالی است که سال 2022 در تاجیکستان بیش از 10 ژورنالیست و بلاگر دستگیر و به مهلت از 7 تا 19 سال محکوم به زندان شدند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق به این دلیل تاجیکستان را حتی زندان ژورنالیستان عنوان کردند و چندین بار از مقامات تاجیکستان طلب کردند که همه ژورنالیستان زندانی را آزاد و تعقیب مطبوعات مستقل را بحث کنند. دوشنبه تا حال به این طلب‌ها یگان پاسخ نداده است.